دوستان عزیز سلام علیکم. من میگذارم دخترخانه کلینیکایی اینا کلینیکای دکتر یادم آسپرین نام جوی برادرام میدارم قطعا ان شاء الله بسم الله چی میگن بیمارو دیگه توبات کرده میشن. روز من ان شاء الله میرم قطعی دکترو صحبت میکنم. فقط اینجا جورو حجره چی میگن سوزن گذرونی اینجا شم خواهش میکنم زدیم اخلاق مسلمانی توجیه فراموش نکنیم. خوب برادران خداوند خیرتان تیا با دقت تا آخر تماشا کنیم. سلام علیکم دوستان عزیز سلام علیکم. همین دخترای خوشرویی که میبینید این همینان هستن ان شاء الله برادران. بعضیاش نیستن درستش اجازه و کمک خوش کنیم بعضی چیزا میکشن. دخترخانه کلینیکای آسپرین قام خودی تو آخر تماشا کنیم. خدا نگهدار. السلام علیکم دوستان عزیز خداوند خیرتان تیا. قرار داریم در بندیسه برادرای تاجیک درستش کلینیکای آسپرین بنده برادران چخیلی که من نشان داده در اومدم انشاءالله با شارت‌ها هستن. این برادر یک بار دیگه من رکلام کرده بودم. امروز دکترشون چه خیلی محمد علی ظریف برادر خیر بودم سلام کنیم. دختر اورولوگ خیر خلاصه تمام نمود دختر با پوزی و خبر بالا همش میکنن دوستان. تشویش نشید که بچه‌ها فقط از شما خواهش یک لایک کامنتر کی چی میگم یک گام میگم دا چون همین توجیه ما فقط استرویکا کاری غلط امروز چیزای همین طریق کلینیکا من چقدر رکلام کردم با شخصی هست که تا حالا من نمیشناسم شاید یا گویم ما رو نمیشناسم رکلام نکردیم. یعنی که امروز الحمدلله پر بچهای تاجیک اومدن بالینسک شده بودن. اتا نیکاکوی تا سلام کردم شوخی نکردم سریوسا و هم خودی ناکای زریجون سلام علیکم یا بالا کی هستی این بالینسه شما کی تشخیصی چی نمود بیمارو را قبول می چقدر ورش دارید چی نمود مثلا بگیم حجت گذاری هستن برادران با حجت نمیبینن میشه کدا برادران بفهمون. السلام علیکم دوستان عزیز من محمد علی ظریف برهانویچ دکتر اورولوگ اندرولوگ در این کلینیکا زیاد از یک سال شد که کار و فعالیت کرده شده است. در کلینیکا همه نمودی متخصصان کار میکنند. در این کلینیکا همه نمودی جراحی خرد و کلان گزارده می شود. بیماران را از تشخیصی اولتراسادا اوزی از تشخیصی اولتراسادا گزارده. دکتر سوال اپیزیا چقدر متخصص داشتم چند دکتر یعنی درستش چند ورش در این کلینیکا زیاده از 20 متخصصان کار و فعالیت میکنن که هر کدومش با سوهای خودشون هر کس با سوهای خودشون کار میکنن. شکسته بند قسمی تروماتولوگ گینیکولوگ اندوکرینولوگ خیرورگ همش شما خدمت داریم ندارید؟ نه همه روزه کار و فعالیت میکنیم از ساعت 9 تا ساعت 6 بیگاه روزهای شنبه و بازار نیست کار میکنیم. یعنی که شما بیو خدمت بگیم بیو خدمت مسئله اوزی و همی خبرگو بازابس میشه و که مهم هست کجا دوره پاتین دوره ندوره مقصدیش مهم نیست. نه هنگامی باید زنگ میزنن مهم نیست. اگر صورت همون شناسنامه باشد یا اینکه همون پاسپورت باشد همون رجیستراسی در کار نیست. یک سوال یکی مسئله که دختری گینیکولوگ حامله‌دارا مدرا هستن مثلا ای 0 مثلا وقتی که حامله‌دار بشه تا 9 ماهی حالات هم قبول میکنید شما؟ قبول میکنیم. هنگامی مراجعه میکنن بیماران با بیماری‌های گینیکولوژی که حامله‌دار ما کارتا میکشیم اونها از دوره مقصد تولد از دوره یک ماهگی تا آخر تولد در خیلی میستن اوزی کردن میشود آنالیزو گرفتن میشود همش تا آخری تولد همون یعنی در این بالینسه شما همین میشه. ما همین بالینسه شما از چند حجره عبارت است؟ از حجره گویم حجره دکتران، حجره کسمتولوژی، گینیکولوژی، اورولوژی، خیرورگی، حجره گرفتن گویم تشخیص‌های آنالیز لابراتوریا. یک سوالی که جا بسیار سوالا میشوند نسبتی دختروش شکسته‌بند یعنی که حالت مثلا میگه من یک بار خدا نکنه میغلط میشکنم در جای شما همه احساس کرده میشه ولی که نمیکنه میشه هنگامی که بیمار مراجعه میکنه با بیمار ما направление می‌نویسیم شما قبولش میکنید направление می‌نویسیم از تشخیص رنتگنولوژی گذشته اگر شکستگی باشد یا اینکه برآمدگی باشد شما با اونها دوستان از اگه دختر کمتر خیلی بگیم با طرز خودشون صحبت میکنه من کم سگره کوچک میفهمتون خلاصه که در همین بندیسه تمامی نمودی دخترها هست برادرها باز من حجرهاش نشوندیم بعد دخترهاش صحبت میکنیم خواهش میکنم تماشا کنید تاجیکاش خود کنن
اگر که یک پیشی مقصد دیگه ملت پرست نیستم ببینش 1000 روبل اگر 10,000 روبل بگیره اینجا بیوی با کدام خودی تاجیکی خودمون دستگیری میکنیم آب بروش خودمون حتی در قشلاق دوردست راستی میره یک کپچه یا شاورما میبینی فروخته شده یا تاجیک حتی در یک دوارنی کم باشه میبینی تاجیکی خودمون یک کوچه رو میپرسیش یا گلی سر میپرسیش خاصش تاجیکا رو در اینجا بیان و هم خودی هستن قدر داری دکتر جون رحمت خدمت ما دیگه رو صحبت میکنیم اما صحبت کنیم ان شاء الله برادرها ارتباط تا آخر تماشا کنید با ما میریم دستری خیرو که حبیبی را پیشش یعنی که حرکت میکنید حجره با حجره نشون میدیم خوب آقا عبدالوجود یا بوری سلام علیکم برای برادرها سلام کرد دادیم خیلی وقتی دور اومدن با صحبت میکنیم خوب اگه سیامکا چی من دستری دیگه میرم برادر عزیز بدونه که من سیامکا چی ندارم همین جای میرم میتونم خود سیامکا میکنم آقا عبدالوجود سلام علیکم سلام خیرتون که مبارک شب و ابروزگاه خطا شناس که کی هستی چی نمون دستور را خود توبات میکنی هم مردم رو کتا بفهمون تو بفهمون من خالف حبیبالله دکتر خیرورگ میباشم دکتر جراح در کلینیک اسپرین مدت 1 سال است که کار و فعالیت کرده ایستادم در کلینیک همه نمون جراحی های خرد و بزرگ توسط نقضی عمومی توسط پدرکنی موضعی مقصد میگذارونم از قبیل جراحی های اگر خرد گیریم که توسط پدرکنی موضعی یعنی قسمتی جراحی میشود بهتر کرده میشه خواهیم جراحی که اپیرس کاری گیچ عبیز بولو کنیم بله مثلا در ما مراجعت میکنم از قبیل این کنه بیماری هر نمود کنه ابسس های خرد و کلان اتروما در آمدن ناخن ها و درون گوشت پای ها این چنین از جراحی های کلان باشد میتوانیم مقصد جراحی های اورولوژی گریژا واریکاسیل اپندیسیت можна مقصد در شرایط کلینیکا میتوانیم که مقصد جراحی کنیم ولی بعد نگفتن نماند که در کلینیکا مقصد همه نمود متخصص هستند مقصد همه نمود خدمت رسانه ما میتوانیم در کلینیکا انجام دهیم این حجره که میبینید این حجره بیماری‌های دوانه میباشد مقصد همه گونه از نزدیکان ها در این حجره فزایده میشود حجره جراحی در قسمت دیگر کلینیکا قرار دارد خوب بهترین دوستان عزیز چی گفتنی هستن که دخترای ما بلوگرها آموختش داریم در اکران خوب اما این دخترها هم ایسا در اکران گلزن دوستان عزیز دیگه کنید همین کلمه که فرزند داره مقصد 1 ساله 2 ساله نوزاد بچه ها را در نظر برای خدمه یا که دست حلال کنی بگیم به طرز کوچکی دکتر جون همین چیزا رو در اینجا شما دیده میشه بله یعنی که شما در همینجا خدمه میکنید بله در اینجا خدمه میکنیم خدمه میشود هم توسط مقصد بابوگی و قابل کوچکی بگیم اگر هم توسط لازر خب اینجا شما توقع میمونه اگر توقعش اگر بیارن میمونه بعد درباره این چنین بواسیر گیمروی ما میتونیم هم توسط جراحی هم توسط بچه‌هایی که مقصد کسری خنک زدگی یعنی که از طرف عقیل گیمروی میگیم ببخشید اگر خواهران مدارو تماشا کنن برای بعضی در خونه‌شون سمینی تماشا میکنن کسری گیمروی بواسیرش میگن در همینجا هم تبابت کرده میشود هم جراحی یعنی 99% این بچه‌های مسکا پشتی خفه نشه هم کسری بواسیر هستیم این سریوز چیزی هست برای که من مثلا دخترم طبیبم فیلچرم و چی میام با ما میان همون برای پراستاتی سویچا بهش میگن و اون سویچا چی نمیشه جلو بیاد کم کم اینجا از نظر دختر بگذارید تولد کردن وسیشه‌های رگ‌های اندام‌های پایان واریکوز میگیم ما واریکوز رو تولد میکنیم مقصد در همین برای واریکوز تولد میشه اپراسیون میشه میشود که عین حال از همه مقصد است تولد خوب برای واریکوز یعنی اسکلروتراپی میگن توسط دارویی مقصد ما میتوانیم توسط آپارات گوزی اون رگ‌ها رو پورا معین کرده تا در همون جایگاه واسه شده دارو وارد میکنیم دارو مدت یک چند روز میتواند که مقصد همه رو برطرف کنه بله بچه‌هایی که مقصد کسری واریکوز داره بسیار مهم در پاها میشه ایسوی چخ ایستادن یعنی کارهاتون بسیار چختن یا که بچه‌ها در بسیار شقیدتای شیغو بسیار ایستادگی پاچه‌ها ورم کردگی یعنی رگ‌ها کبود شدگی هم قایب اومدگی در همین جا چیکار میکنن یعنی همون رگ‌ها را نابود میکنن اولش پروردگار یا سبب میشن دکترها که چی میگن با واسطه جراحی با واسطه این دارو پرو میگذارن همون کبوتی رو نابود میشن بعضی هم در بعضی مادرها را میشون حامله‌دار هم وزنی که میشن پاها واریکوز میشن و اون خاطر میتونید با دیلی پر مراجعه کنید. رحمت دکتر جان بگویید میخونیم دیگرش